سلام برابر، خوش اومدید. اولین ویدیوی پیجمون قراره اتچمنت HS آخر ویدیو بهتون بدم. اتچمنت نابیه، حتما ببرید تست کنید. 100% تست شده، خیلی هم خوبه. با اگه ساده باشه یه قویه. HS لجند و اپیکش فرقی نمیکنه، هرچی بذاری کار میکنه. بیشتر رو ساده وانشاته، اینو بهتون بگم. هر چقدر تست کنید بهتر میشه. تو تک به 4 بتونید بزنید. من خودم باش تونستم تک به 4 بزنم، خیلی هم خوبه. الان اینجا با بدتر اینجا افتادیم، خیلی اینجا آدم باس میاد. من اومده بودم اینجا لوت کنم برم پیش پروها، اینا هم که اینجا نیستن. یه دونه دیگه که بکنیم دستش. بذار یه آرمارمون رو فول کنیم. داشتم میگفتم در مورد اتچمنت چیز. اتچمنت نیست، اتچمنت ناب گادیه. هر کس تو دنیا اونو داشته باشید که هر کسی وانشات بکنه. خودم اینو اتچمنت پیدا نکردم و از فامیلمون گرفتم. اونم اولش یه نفر روزایی پیدا کرده بود. اونم منم مونده بودم آخه چجوری اتچمنت وانشات بود. رفتیم تست کردیم، دیدیم دیگه واقعا این اتچمنت خوبیه. اومدم دیدی گفتم بیام تو اولین پست که قراره بذارم اتچمنتشو براتون بذارم، خیلی خوبه. حالا بیا حالا ببینش. گوشی هم نداره یکم. مثل بقیه نباشید که میگم بیا اکانت رایگان بهتون میگم 10,000 تا اکانت کرک، همه‌شون الکیه. باید یه دونه اکانت خودت بشینی پلی بدی، زحمت بکشی تا بتونی بشی یه دونه اکانت. منم خودم اکانت هم میدونی از کی بازی از خیلی وقت پیش دارم بازی میکنم. الان اینو نگاه یارم آقا فراری دادم اومد خوابارم با تا کیلو دیدیم. حالا خوبه کیلوزی کار خوبی نیست و کار بدی انجام نه. خوبه آمون خود کنیم بریم جلو. من اینم تا الان که دارم الان پریمیده چه الان اینی نیفتاده. نگاه با تو نگاه با اکتیویژن آخه این چه باگیه. یا اول فضا اینجا پرواز بزنی میرون با ولش کن بابا، اکتیویژن نیست که با اکتیویژنه. اکتیویژن اسم اینو باگ نمیذاره، اختلال حتما میذاره. بعدش مردم ایران میگن این اکتیویژن نیست که با اکتیویژنه. واقعا هم حق دارن بگن دیگه. یارو با چرت داره اونجا 2 ساعت میره. یه دونه نمیخوردیم الان قرار اینو بدیم لابی. بیا اینجا بابا ای یاله کیلو همه کیلو رو این ها یار ما خود کنن نمیذارم زنده بمونم. اسم میدمشون بود بگیم یه سیارم بلان کنن بعد برم اینا رو بدم دار. راشو بخوام بزنمش. حالا بیا آرما رو پرکن بابا. دستش کاور بچه آره بابا دستش بابا چه خبره باش ندید دیگه. 50 نفری میریزن یا ما فول کنه بریم یاشونی که الان اونجا دیدیم اونجا واسه بودیم بالای اونجا بریم. الان یارو اومده نمیومد با ترک کنم حالش خوب نیست. چی داره اونجا نمیده آرمار ساعت یه دونه برداریم بزنیم. موومنتتون مهمه تو مسابقه، تو هر راندی که میرید با موومنتتون مهمه. ریلود کردن تیر آرما اینا کلا مهمه.
گوشیم خیلی لگ گرفته، خیلی. با این وضعیت لگ دارم اینجوری ویدیو میگیرم. منطقیه. میخوام اینم اگه تونستم اینو بهش که شما گرنید کشه زیبا کنم. اوه بعد از اسرائیل آتو داره دیگوس نمی‌بینی با دیدی چقدر دمیجش رفت ها. اینا این اتش چیزو بهتون میگم ها، خیلی خوبه. اگه بتونید استفاده کنید اینجوری وان شات کنید، دیدید باید خوب ازش استفاده کنید. اوه لگو نگاه. میخوام یه کاری کنم اینو فقط سورپرایزه، اگه برسه بهش کنم. اولو برو به بچه محلاتون تعریف کن اینو، فقط برو ایش کن. نفس برو که نمیتونه اینجوری بزنه. من اومدم دارم این کارو میکنم. حالا رفتیم برای راش. بکم بابا سنبه کچه ها دست خوش یاد کابه همه شما دیم لابی. فقط اون نیدی که پرد کردم خیلی خوب بود، دست خوش به خودم. آمادیست ایار نیست، فکر کنم سلطونه. 7 تا تیر میخوره، کامل ریلود نکردم. بذار یه ریلود کامل بزنم. ریلود اسموک بندازم میشه وقتی میخواد به جایی. اسموک جاتونو باز میکنه. با این چونو نمیره ولی تو میتونی راحتر ما بزنی. الان رو بک بدیم سمت اون بر مارچ کنیم که نمی بیاد. مارچ کنیم یارامون بیان کامرم. مثل بعضی نباشید که فقط علکی عدد فلانو کامنت کنید، کلمه فلانو کامنت کنید، بهتون اتچمنت میدم. آخرش هم هیچی به هیچ نمیدونم. مثل بعضی ها آدم خوبی باشید. الان نکن کلن من مثل بقیه نیستم میگم بیام بیا اتچمنت چستر پر عدد فلانو کامنت کن. الان دیدی اینا رو دادیم دابی، اینا چیزی نبود. الان اتچمنت هم برای خود بذارم، برید عشق کنید. اولین ویدیومونه، لطفا فالو کنید و پیجمون رو ساب کنید. قرار پیجمون رو را بندازیم. اگه لایک کنم زیاد چه اتچمنت 117 بهتون قرار بدم. اتچمنت خوراک خود آدمه. الان هم میریم بهتون اتچ اچس رو بهتون بدم. وای میستم که اسکرین شات بگیرید. وایسا بریم. حالا با اینکه گوشیم لگ بودم براتون اینجا پلی دادم. اگه لگ نو یه جوری پلی دادم خودتون عشق میکردی، خوراک خودتون بود. بریم حالا رسیش این چی شده بینیم نمونه نیست. نگاهات برمونه اینا اتچمنت اچس اینا هم چیه فقط اتچمنتش. حالا ما لجندش و اپیکش هم داریم ولی لجندش رو گذاشتیم اینا ها. وایسا اتچش رو میذارم نه وایسا اینا ما لجندش هم گذاشتیم. لجندش هم خوبه، هیچ فرقی نمیکنه. بیشتر مانشاتش رو اچس ساده است، قویه، قدرتش همینه. اگه هم اچستون دایموند باشه دیگه خیلی بهتره، دیگه خیلی خوشگل دیده میشه. اینم اتچمنتش. اسکرین شات بگیرید حتما. از پیج ما رو فالو کنید برای ویدیوهای بیشتر. ویدیوی بعد قراره اتچمنت 117 رو براتون تست کنیم که خیلی هم خوبه. با استفاده ازش از چیتر هم قوی تر میشید. اینو 100% بهتون میگم. بذار اتچمنت اچس هم بهتون نشون بدم دیگه وقتتون رو زیاد نگیرم. تا آخر ویدیو نگاه کردید لایک رو نمیزنی؟ الان رو روشن کن، روی آل بذارش. اتچ اچس منتظرم که شما اینو اتچ رو بردارید. منتظر موندم ولی ازم اچسیه
خدای دیدید دیگه نیدم خوب بود. تا ویدیوی بعدی دیگه بدرود.